سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. ببخشید که من آروم صحبت میکنم چون که الان ساعت 2:20 است و تایمی نیست که من بخوام ویدیو بگیرم، ولی از روزی که یادم این چنل رو زدم همیشه اینجور ویدیوها رو دوست داشتم که رکوردشون کنم. ویدیوهایی که من میشینم و از اعماق افکارم و تمام چیزهایی که تو ذهنمه باهاتون صحبت میکنم که اکثرشونم افکاری که به درد هممون میخوره. از تجربه ها میگم، از چیزهایی که داره اذیتم میکنه کلا صحبت میکنم، یه جوری که انگار وقتی میری تراپی و بهت میگه 20 دقیقه یا مثلا انقدر دقیقه راجع به این موضوع صحبت کن، من به اینجور ویدیوهایی که دارم جدیدن میگیرم، این حالا اولین سریشه، اینطوری نگاه میکنم. خوش اومدیم به این سری از ویدیو. و آره، الان ساعت 2:20 است و تایم جالبی واسه ویدیو گرفتن نیست، ولی خب الان خلوت، ساکت، نور خوبه. من شبا بیشتر انرژی دارم و شبا راحت ترم. چاییمو دارم و اومدم اینجا راجبش باهاتون صحبت کنم، راجب هر چیزی. این ویدیو تایتلش راجب تروماست و تروماهایی که من تو زندگیم تجربه کردم، آثاری که تروماها تو زندگیم گذاشتن و سالگرد تروماها. اول از همه شاید واسهتون سوال پیش بیاد و سوال بشه که تروما چیه؟ خب این اصلا چیز عجیبی نیست، چون که امکان داره من خودم هم خیلی وقتا یه سری از اصطلاحات رو ندونم و این اصلا چیز بدی نیست که بخوایم بپرسیم از کسی و راحت باشید. پس واسه اینکه چون خیلی ندونن، من توضیح میدم که تروما چیه. به طور کلی تروما ضربه روحی روانی نتیجه رویدادهای ناراحت کننده و استرساییه که احساس امنیت ما رو از بین میبره و باعث میشه احساس خطر و درماندگی کنیم. ترومای روانی میتونه ما رو درگیر احساسات ناراحت کننده، خاطرات و اضطرابی کنه که از بین نمیرن و همیشه با ما هستن، مثل یه زخم که روی بدن ما افتاده، بعد یه مدت دیدی جاش کمرنگ میشه ولی همیشه هست. تروما دقیقا اینجوریه، فرقش اینه که روی روح ما میفته و زخمش شاید فکر کنیم کمرنگ شده، ولی کافیه که یادآوری بشه بهمون و ببینیم که نه، این تروما همیشه هست و اصلا کم نشده و همیشه با ما بوده. ببخشید من خیلی تشنمه. و همیشه میتونه باعث بی‌حسی، قطع ارتباط و عدم ارتباط با دیگران باشه. اگر درگیر این احساساتی، بهتره که توی سریعترین زمان برای درمان اقدام کنی، چون اصلا چیزی نیست که بتونی شوخیش بگیری. و خب تراپی قطعا اولین قدمه برای درمان تروما. و اصطلاح تروما در واقع کلمه یونانیه، زخم جاری شده که میتوان اون رو به عنوان آسیب روانی درک کرد. اگر مکانیزم‌های محافظتی روانی در اساس یک تجربه آسیبزا اتفاق بیفته، تروما رخ میده. رویدادهای مثل تصادف جدی، بیماری‌ها و بلاهای طبیعی، تجاوز و خیلی چیزهای دیگه و تجربیات تلخ، همه اینا میتونه تروما باشه. به طور عامیانه اصطلاح تروما یا خیلی میگن تروما، ولی تروما درسته، اغلب در رابطه با انواع حوادث دردناک استفاده میشه که اون حادثه فشار روانی خیلی خاصی برای اون طرف داشته. هر موقعیتی که شما رو تحت فشار روانی قرار بده میتونه منجر به ترومای روحی بشه. حتی اگر صدمه جسمی نداشته باشید، باز تروما حساب بشه براتون. در ترومای فیزیکی، در ترومای روحی، شرط فیزیکی آسیبزا بودن یک رویداد رو تایید نمی‌کنه، بلکه تجربه احساسی و ذهنی شما از اون رویداد اهمیت داره. هرچه احساس ترس و درماندگی بیشتری داشته باشیم، دچار آسیب میشیم.
علائم زیادی داره، مثل علائم عاطفی و روانی، شوک، انکار یا ناباوری، گیجی، مشکل در تمرکز، عصبانیت، تحریک پذیری، نوسانات خلقی، استرس و اضطراب شدید، احساس گناه، احساس شرم، سرزنش خود، کناره‌گیری از دیگران، دوری از جامعه و اجتماع، گوشه‌گیری، احساس ناراحتی یا ناامیدی و احساس قطع ارتباط یا بی‌حسی. علائم جسمیش هم بیخوابی و کابوس و خستگی و شوکه شدن و مشکل در تمرکز و پرخوری و تنش عضلانی و تعریق و احساس. و اینکه سوال این که تروما باعث فراموشی میشه. بله، علت فراموشی و عدم تمرکز ناگهانی به احتمال زیاد ترومای شدید یا مدت طولانی، به ویژه تجربه سوء استفاده، غفلت و خشونت از هر نوعه. حالا اینا چیزایی بود که من داشتم از سایت ویکی‌پدیا و اینا جمع کرده بودم و نوشته بودم و واسهتون گفتم. حالا نوبت تجربیات خودمه که بیام اونا رو بگم. و من تروما تجربه کردم. یکی از بزرگترین تروماهامو تجربه کردم و اصلا به تازگی نیست، حتی سال ازش گذشته و امروز سالگرد ترومای منه. و من متوجه شدم که من چرا شب نمیتونم درست نفس بکشم. من متوجه شدم که تروما سالگرد داره و وقتی یه مدتی ازش میگذره و برمیگردی به اون سالگرد اون روزی که تروما رو تجربه کردی، حالت خیلی بد میشه. برای من که اینجور بود و قبلا گفته بودم که حالم خوب نیست. توی چند تلگرام پیام گذاشته بودم که 7 صبح بود و من بیخوابی زده بود به سرم. به خاطر این بود و من داشتم تمام اون چیزایی که سال قبل تجربه کرده بودم رو دوباره تجربه میکردم و یکیش بیخوابی بود و اون دوباره تمام اون اتفاقات داشت توی ذهنم مرور میشد و به من اجازه فراموش کردن رو نمیداد و من کامل از روزی که اون اتفاق افتاد تا روزی که دیگه مثلا برای من فراموش شد، اون شدتش فراموش شد، توی ذهنم مرور شد و من متوجه شدم که تروما سالگرد داره و بدن سالگرد تروما رو فراموش نمیکنه و دقیقا اون زمانی که تروما رو تجربه کردی بعد از 1 سال دوباره بهت یادآوریش میکنه. نمیدونم دقیقا برای همه اینجوریه، شاید شرایط من اینجوری بود و برای من این اتفاق افتاد، ولی خب اینجوری بود دقیقا. فکر کن من 1 روز بود کامل نخوابیده بودم، بعد رفتم توی تخت که ساعت 2 بخوابم، ساعت شد 4 توی یوتیوب بودم، خوابم نمیبرد و همینجوری هی نگاه میکردم تا ساعت 4:30 صبح و یهو حالم بد شد و اینجوری بودم که نه فایده نداره. گفتم بلنشم، فکر کنم مثلا 5 صبح بیدار شدم، بلنشم به روزم برسم. حتی برقارم روشن کردم، بلند شدم که از روزم لذت ببرم. رفتم جلوی پنجره و دیدم که نه، دقیقاً داره میاد سر وقتم و داره منو پیدا میکنه. اومد سراغم و دوباره من همه چیزایی رو که تجربه کردم و از ساعت 4 تا 7 یه پنیک اتک 3 ساعته به من دست داده بود. جدی میگم و اینو اصلا برای کسی آرزو نمی کنم. امیدوارم که هیچ وقت اینو تجربه نکنم و قطعا همه ما تروما رو تجربه کردیم و الان تایمی هم که تراپیستم نیستش. آره، اگه بهتون نگفتم یه تراپی جدید رو شروع کردم با یه تراپیست جدید و الان اینجا نیست، رفته سفر و نمیتونستم که باهاش صحبت کنم راجع به موضوع. فکر نکنم به زودی هم برگرده و این تروما حس میکنم برای من فراموش نمیشه، همیشه هستش، فقط یه روزایی شدتش کمه و روزهایی که به زمان سالگردش نزدیک میشیم دوباره به من یادآوری میشه و دوباره حال من رو بد میکنه و اینه که مشکله، اینه که حالت رو بد میکنه، این سختی کاره و این بزرگترین ترومای دیگه هم تجربه کردم تو زندگیم، ولی این سخت‌ترین و بزرگترین تروماهایی که من تجربه کردم. یه روزی که قطعا براتون تعریفش میکنم.
یه روزی که شکستش بدم و دیگه اونقدر وقتی شکستش بدی اونقدر دیگه شهامت صحبت کردن راجبش رو داری که بیایی و بتونی راجبش صحبت کنی. اون روز کامل میام واسهتون تعریف کنم که این تروما چی شد، چی باعث شد، کی باعث این شد و کل ماجراش رو واسهتون تعریف کنم. واقعا امشب نفس کشیدن واسم سخته، اصلا نمیدونم و حتی امروز هم الانم که دارم صحبت میکنم در واقع سایه اون تروما، چون این تروما یه ترومای 4 روزه بود اتفاق افتادنش. یه روز اتفاق افتاد، 2 روز بینش فاصله بود و یه روز دوباره بعدش اتفاق افتاد بعد از اون 2 روز. و من تا 4 ماه اول باهاش درگیر بودم پارسال. اصلا نمیتونستم خوب شم. یکی از دلایلی که شروع کردن یوتیوب من عقب انداخت همین این تروما بود که نمیذاشت، به من اجازه رو نمیداد که مووان کنم ازش و برم سراغ کارهایی که دوستشون دارم. و من از همه چیز عقب موندم تو اون تایم، از درسم، از نمره درسیم، از ارتباطم با دوستام، از ارتباطم با خانواده، از همه چی، یعنی از همه چی من عقب موندم و از زندگی جا افتاده بودم. و این حسی که درک نمی شدی، کسی درکت نمی کرد، کسی تو رو جدی نمی گرفت چون که کیشکی جای تو نیست. و اگه دردی رو تجربه کردی، اگه سختی رو تجربه کردی و داری به خاطرش عذاب میکشی و دو دلی که با کسی در میون بذاری یا نه، و نظر من با هیچکی در میون نذار. چرا؟ یه تراپیست خوب پیدا کن، برو باهاش صحبت کن. ولی اگر نمیتونی یا پیدا نمیکنی هیچ اشکالی نداره، خودت به خودت کمک کن. وقتی که مشکلت رو پیدا کنی و بفهمی مشکل اصلی کجاست، مشکل اصلی چیه و بخوای خودت به خودت کمک کنی، نصف راه رو رفتی. اون زمانی که تو بفهمی یه مشکلی داری و باید حلش کنی، همون موقعی که داری دنبال راه حل میگردی، تو بهترین دوست خودتی و من مطمئنم تو از بازش برمیایی. چون زندگی میدونم این چیزی بود که خیلی سخت بود و حق من نبود که توی 15 سالگی همچی چیزی رو تجربه کنم که میتونست از اینم باشه، بدتر باشه، که خدا رو شکر میکنم حداقل از این بدتر نبود. درست حق من نبود که تو همچین سنی همچین چیزی رو تجربه کنم، ولی بازم خوشحالم که درس گرفتم و آدم با تجربه تری شدم، چون که این تروما و این مشکل منو به قدری بزرگ کرد، منو به قدری رشد و تغییر داد که من با ورژن قبل از این اتفاقم کاملا متفاوتم، کاملا. و حتی از این تغییر خوشحالم. یعنی بعضی وقتا که به خاطر اتفاق افتادن این تروما ناراحت میشم، به خاطر این تغییر خوشحالم. میگم شاید اگه این اتفاق نمی افتاد تو هنوز اون رضای 2 سال پیش بودی، تو هنوز اون بچه 2 سال پیش بودی، ولی الان دیگه نیستی. الان تغییر کردی، الان رشد کردی با طرز فکرهای جدید، با یه شخصیت جدید، با یه پرسونالیتی جدید. تو دوباره متولد شدی و آبو ریختم. وای چه هنوز دست و چلوفتیم، دست و پا چلوفتی. و اگه تغییرت خوبه و خودت ازش راضی، همیشه از تغییر کردن خوشحال باش، چون که خیلی چیز خوبیه تغییر کردن. اگه به ورژن بهتری تبدیل شدی شکرگزار باش بابتش. جدیدن ببین همین باعث شده که من آدم خوبی باشم. میام اول ویدیو مشکلم رو بهتون گفتم و گفتم که چیا تجربه کردم، چقدر سخت بوده برام و سختیش گفتم، ولی بعدش دارم میگم خوشحالم که تجربهش کردم و ازش درس گرفتم و منو بزرگ کرد، واقعا بزرگ شدم. و بعد از این اتفاق من به اون سنی تبدیل شدم که کسی منو ببینه میگه تو واقعا بیشتر از سنت متوجه میشی و من از این بابت خیلی قدردان و شکرگزارم. درسته خدای دهنمو سرویس کردی به خاطر این اتفاق، ولی حداقلش من آدم بهتری شدم، من شخص بهتری شدم، من ورژن بهتری شدم و شکرگزارم بابتش. اگر داری رنج میکشی بدون تو اون جایی که
درد رو احساس کردی هیچ وقت خوب نمیشی و باید تغییر کنی، مکانت تغییر کنه، خودت تغییر کنی، طرز فکرت تغییر کنه و بدونی که در جایگاه اول باید تغییر کنی، باید خودت رو درست کنی و باید باهاش کنار بیای و در آخرین قسمت بفهمی که زندگی همینه. زندگی اینه که یه اتفاق خوب برات بیفته، یه اتفاق بد، یه اتفاق خوب برات بیفته، یه اتفاق بد. چون که اگه روتین باشه همش اتفاق خوب واسط بیفته، یا اگه روتین باشه همش اتفاق بد برات بیفته، هیچ چیز قرار نیست میک سنس کنه و با عقل جور در بیاد. قشنگی زندگی به همین بالا پایینه و فراز و نشی باشه. شکرگزار باش، قدر بدون و خودت رو درک کن و برای خودت تلاش کن. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه و در سلامت روان کامل باشین. اگر موضوعی هست که دوست دارین راجبش با کسی صحبت کنین ولی کسی نیست، میتونین توی بات ناشناس تلگرام، چنل تلگرام من به صورت کاملا ناشناس بیان و راجب هر چی که دوست داشتین حرف بزنید. منم قول میدم کمکتون کنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو ساب کنید، نظرتون رو کامنت کنید، از من حمایت کنید و به ویدیو عشق ورزید. لینک چنل تلگرام و پیج اینستاگرام اونم توی دیسکریپشن هست، اونم فراموش نکنید. واقعا دوستتون دارم. ساعت 3 صبح و شب شما بخیر. اگر از این ویدیو حمایت شه بازم میذارم. دوستتون دارم. بای.